خواهش میکنم از نوشیدنی شراب خودتان نگه داری بچهای خوشرو. خداوند شراب برای همه کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه حرام کردگی است. این دنیا شما از این شراب خودتان نگه داره، خداوند شما را از شراب بهشت می نوشاند. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. امروز شرابی که مست کننده است، خواه گیراین است، خواه نشه است، خواه کوکائین است، خواه این نوشابه های اسپریتیس با همه نوعش برای امت اسلام حرام است. جوانای عزیز به جانتان جبر نکنید. گفتی سعدی بزرگوار نکویی کس ندید از می در عالم، نکویی کس ندید از می در عالم، بود شادی او پیوسته با غم. بالای این غم این دنیا، بالای بد اخلاقی مبتلا شدن، بالای ضرر می آیله رو ویران شدنش، بالای این بچه ها رو دخترها رو بیاداب شدنش، کسانی که همیشه می نوشن، مداومت می نوشن، از اسلام چی میشن؟ از ایمان جدا میشن. رسول اکرم لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. بالای این فرد خداوند در جنت اونها را از شراب ناب بهشت محروم میشن. بنابر هرگز عزیزان من، شاید کدام تا امروز بچگی کرده نوشیده، شاید نافهمیدین چند سال عمرتان به این صرف کرده، امروز فرصت داره توبه کنه. والله شما خدای داره که اگر گناه شما به پوری زمین هم باشد، از صدق پشیمانی کنه، خدا همش میبخشد. برای وای شما را خدا مؤاخذه نمیکنه. عزیزان من، رسول خدا میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواه احمد. کسی از صدق از گناه پرهیز میکنه، اون مثل شخصی است که هرگز گناه نکرده باشه. همه ما گناهگار هستیم. شاید از شما دیدیم من گناهگار تر باشم، اما الان فرصت داریم توبه کنیم. به یک توبه رود 100 سال عصیان، بشوید جرم او را بحر غفران. وقتی که هر چیز خدا حرام کرده است، شما دانی که او چیز هم در دنیاتان بر شما زیان دارد، هم در آخرتتان زیان دارد. هر چیزی که فایده‌ناک باشه خدا او را حرام نمی کند. در خدا حکیم است، خدا مهربان است. بندگانش میداند چی برای او فایده آور است، چی ضرر آور، چی در جسم انسان فایده دارد، چی زیان دارد. خدا اینه، زیرا انجینیر انسان خداست. مثل که یک زواد ماشین میبرارد، داخلی زوادش در خدمت تکنیک پاسپورت دارد، داخلی او برای متار او کدام نوع روغن میرود توصیه میکند، کدام نوع افتال میرود توصیه میکند. اگر غیری روغنی توصیه شدهش اگر انداخته شود متار زود از کار میبرد. خداوندم خالق انسان است، میدانه در معده انسان، در جگر انسان، در شش انسان، در روده 12 انگشتی انسان کدام نوع شراب فایده دارد و کدامش زیان. خداوند میدانه به علم قدیمش که شراب با همه نوعش زیان دارد، برای همین او را حرام کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بازم میگم تا امروز اگر مبادا کرده باشه توبه کنه، خداوند دست رحمت خودش برای بندگانش روزانه دراز میکند تا کسانی که شب گناه کردن نادانسته پشیمان شدن توبهشان قبول کند. خداوند مهربان دست رحمتش شبانه دراز میکنه تا بندگانش که روزانه گناه کردن نادانسته از روی پیروی شهوت ثانی پشیمان شدن، ثانی پیشگاه خدا آمدن طاعت کردن. خدایا من هزاران از این کاری کردگی امروز پشیمانم، خدایا من طاقت عذاب تو ندارم، خدایا من توبه کردم گناهم گذر بیاد. خدا او رو میگذرد، میبخشد. بنابر عزیزان من تاکید کنید جوانای خوب شوید، خوش اخلاق شوید. نصیحت آخری من براتون همین است که نمازاتان همیشه خوانید. اگر رفت و کدام وقت امکانیتان نباشه، اسلام برای شما رخصت داده است جمع کردن بین دو نمازه، اما ترک نکنید نمازاتان بشن. اگر رفت و امکانیتی زیاد نداره، کارات هم وزنین است، لااقل فرضاش خانه قطعی بترش، سنت هم که اگر از روی خستگی نمیخوانی. اما دانه که این نماز فریضه است که بازم میگه از روز بلوغ تا روز مرگ.
از گردن ما و شما ساقط نمیشن. نه کاری وزبین نماز از ما ساقط میکند، نه مسئولیت حکومتداری، نه مسئولیت حساب و کتاب بانکی، نه حتی بیماری، نه حتی حالت جنگ در خط فرانت هم نماز از مجاهدا ساقط نمیشود. روز محشر که جان گداز بود، اولی پرسش از نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن